در شهر خوروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد جستجوی طولانی جسدهای دو قربانی آخرین ترمه مرگاوری که صبح 15 فوریه سال 2023 بالای محله ناصر خسرو فرو ریخت پیدا کردند. دو دختر دانشجو از نویه اشکوشم روز 15 فوریه در پی زیر ترمه ماندن منزل اجارهشان به نام و نشان شده بودند. مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که جسد یکی از دختران را شام 17 فوریه و جسد دختر دوم را روز 18 فوریه الکی 3 روز بعد آن ترمه مرگبار پیدا کردند. هر دو دختر دانشجویان دانشگاه بودند و در خانه‌هایی که زیر ترمه ماندند زندگی می‌کردند. خبر دادند در کمیته حالتهای فوق‌العاده. به این ترتیب شماره عمومی هلاک شدگان بر اثر ترمه صبح 15 فوریه در خوروغ به 15 نفر رسید. این آفت طبیعی همچنین 12 نفر را زخمی به جا گذاشت. شماره عمومی هلاک شدگان بر اثر ترمه‌های روزهای اخیر در تاجیکستان به 19 نفر رسید. 18 تن آنها 15 نفر در خوروغ، 2 ساکن در نویه ونج و یک راننده در راه دوشنبه خوجند روز 15 فوریه قربانی ترمه شده. یک دختر 16 ساله در دهه گوژک نویه شغنان روز 16 فوریه در زیر ترمه جان باخت. طی روزهای آخر 16 و 17 فوریه در تاجیکستان بیش از 100 حالت فرو ریختن ترمه و یرچ و آمدن سیل ثبت شده است. هواشناسان میگویند تخت و تاز آب و هوای بد در کشور چند روز دیگر دوام میکند و خطر فرو ریختن ترمه ها در کوهستان جمهوری کمش تا 21 فوریه باقی میماند.